به نظر من توسعه این گفتمان که ما چگونه میتونیم هویت جنسیتی و جنسی در واقع خودمون رو راجبش صحبت بکنیم در این جنبش کلان، توسعه خود این گفتمان و نشست‌های از این دست میتونه بسیار مهم باشه. باید در سایت‌ها راجب این موضوع صحبت کرد. همینطور زن‌ها هر کدومشون به طور فردی در این تظاهرات‌ها شرکت میکنن باید بدونن که ضمن اینکه تقاضاهای کلانی دارن زن هستن، باید درخواست برابری بکنن با مردان. همین مسئله حجاب هم جزو اذیت و آزار زنان در جامعه محسوب میشه و محدودیت‌های دیگه‌ای که هست. من در اعتراض به اون خشونت، به اون سلطه و به اون روندی که در این 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی بوده حجابم برداشتم. خواستم بگم که برداشتین الان که دارین هنوز که نمیتونم بردارم هیچ مشکلی. خب بردارین نه یک مشکلی. بفرمایید. در اعتراض به وضعیت نه کاملا بردارین دیگه. حمایتی که مردم دنیا از فمینیست‌های ایران میکنند مسلماً برای ما با ارزشه و خواهش میکنیم که این حمایت رو ادامه بدیم. 189 countries represented at Beijing adopted a platform for action that pledged to increase women's access to education, healthcare, jobs, and credit, and to protect their right to live free from violence. We've made great progress, but there's a long way to go. اسلام به زن شخصیت می‌دهد، برخلاف اون جوری که همیشه در نظام‌های طاغوتی وجود داشته است که با چشم دیگری اصلاً به زن نگاه می‌کردند. اسلام نخیر. در اسلام وقتی نمونه برای مؤمن میخوان مشخص بکنن نمونه زن معین میکنن و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. این نفر اول و مریم ابنة عمران نفر دوم. نمونه برای للذین آمنوا دو زن، نمونه برای للذین کفروا هم دو زن، امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما. یعنی زن را نه فقط محور و عبرت و آینه‌ای برای زنان بلکه برای کل جامعه قرار میده. خب میشد یک مرد انتخاب بکنن یک زن، نه، این در مقابله با اون نگاه انحرافی و غلطی است که نسبت به زنان وجود داشته. این نگاه همیشه هم تحقیر آمیز نبوده اما همیشه غلط بوده. یک نگاه ابزاری است
یک نگاه اهانت‌آمیزه. شما علت این که نباید توی چادر باشید، نباید حجاب داشته باشید، این نیست که شما آزاد باشید از نظر غرب. شما دارید میگید من با حجاب هم آزادی دارم. او چیز دیگری مورد نظرشه. زن را برای نوازش چشم مرد، برای بهره‌وری نامشروع مرد میخوان به شکل خاصی در جامعه ظاهر بشه. این بزرگترین اهانت به زنه، حالا ولو با چندین لفاف تعارف آمیز این رو بپوشونن، اسمای دیگه روش بگذارن. احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودیع نهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی. در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه. من میبینم این در جامعه ما به توفیق الهی، به فضل الهی داره خودش رو کاملا نشان میده.